سلام بچه ها، من امیرحسین گیم پلیم و اگر شما سابسکرایب من توی آپارات کرده باشین میفهمید و امروز اومدیم اولین ویدیومون رو توی یوتیوب بذاریم و بریم به بازی مربی بهتر بس. برو بریم. خب اینجا بچه نگاه کن، اینجا جشنواره توپ طلاست که بیایم روی بازیکن خریدن. 22 میلیاردم پول داریم. اوه نیمار از سانتوس پولشو نداریم ولی میتونستم بخرم چون عاشق نیمارم. خب ببینم 26 میلیارد با 26 میلیارد چیه؟ میتونم بذار ببینم مدالیشا نمیتونم بخرم. محمد کریمی میشدم اما من خوشم نمیاد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملیمون، قدیما نه الان. ببینم یکی از محمد صادقی نه، عارف آقاسی چنده؟ 3 میلیارد، فقط 1 میلیارد. خب بزنیم. احمد گوهری خوب خدا. حامد لک بخریم آقا. خوبه، بعد میتونیم بفروشیمش. خیلی یس تونست. حالا اینو میذاریم برای تعویض. بریم یه بازیکن دیگه با 15 میلیون بخریم. حامد لک یا عابدزاده. چه حامد لک باید حداقل یه چند بازی فیکس باشه برامون. کوشیو اونجاست جاش، اما جهانگیری توی استی وایستاده و اشتباه جاش. آقا بریم یه استی هم بخریم. اینجا استی اسم ای بابا با فقط 15 میلیارد 14 3 آخریش ساسان انصاریه. مهدی عبدی خوبه بخریم. بهترین بازیکن ملوانه با 7 میلیارد. آره آقا من میخرم چون استی نداریم. بزنیم فیکس بمونه. بعد چند بازی که میره بالا، قیمتش میره بالا، میفروشیم. میتونیم یه استی خیلی قشنگ بخریم و بازیکن جدی. آقای گواردیولا میگه بله اومده. حالا مهدی عبدی آقا بریم برای اولین بازی. فقط 5 بازی هم که نه. آره آقا 2 بازی میریم. 63 تا امتیاز داریم. انعکاس نور خیلی خوب اومد. آقا بذار براتون زیاد کنه سرعتو که دیگه اذیت نشید. آقا ما سبزاییم. اسمو گذاشتم بارسلونا مادرید. مثلا الان میذاشتم رئال مادرید. همین بودن تو رئال مادرید. کی زد؟ مهدی عبدی تو اولین بازیش باشون. اما میذاشتم بارسلونا. همین بودن تو بارسا. اینو گذاشتم که دیگه نگین عاشق رئالی بارسا. ولی مهدی عبدی چجوری بلندش تا اولین بازی زد؟ پشمام عجیب. پشمام
حامد لکچی سوپر سیوایی میکنه. آقا من باید گفتم تو شما باید میزدی. مساوی نکن دیگه بازیو. مساوی کردم. 7 میلیارد به امضاش. من نمیتونم که بخرم نیمار رو با قرآن عاشقشم. بذار ببینیم چی الان تو بازی هم. الان این بازی رو کردیم که مساوی شد. با این بازی داریم و از سوپر جام شروع میشه. چیکار کنیم؟ خدایا آقا میشه؟ نه نمیشه دیگه. اونو میریم. خب بریم برای آخرین بازی ببینیم الان میتونیم با این 8 میلیارد و نیم یه چیزی بخریم. یه سی خفن که خریدیم. هفت میلیارد این کیه؟ خوب بده. آقا بریم بازی بعد. بریم داخل اینجا. حالا بریم. بابا همش نگاه کن فقط. برای شما نمیخوام وقتتون رو بگیرم. بزن. چند نور کم شد؟ بریم نور زیادش کنیم. آقا نورم که زیاده. این نمیدونم برای چی کم شد. مهدی عبدی چرا اینم صورتی هم شد. نگاه آدم این چیزی که میشه بایدیم. بارشالله. بابا یاره خواست. آقا باشین تا یه بازی کنم بخریم با این 9 میلیارد. حالا اینو بزنیم ولش کنیم. یه بازی کن که بریم اینجا یه امتیاز ما رو ببره بالا با این 9 میلیارد. بده اونجا بتونیم ببریم این تیم. علی نعمتی چنده؟ همه چرا رفتن تو فولاد؟ یعنی چی؟ 9-3
نمیشه. خب آقا تا ویدیوی بعد نباشه اول لایک سابسکرایب که من بالاخره به رویای زندگیم برسم. یه بار شده حداقل ویدیوم به یه جای پخش. سابسکرایب کنین و لایک. خدا